اخبار و تازه‌های پزشکی شنبه 3 خرداد 1404 24 می 2025. با درود به فارسی زبانان عزیز و آرزوی سلامتی و شادی برای شما عزیزان، اخبار و تازه‌های پزشکی امروز شنبه 3 خرداد ماه سال 1404 مصادف با 24 می سال 2025 را به سماع نظر شما میرسانم. واریانت NB181 وقتی کرونا دوباره سر و کله‌اش پیدا می شود. در چین موج جدیدی از کرونا به راه افتاده، اما این بار نه با یک نام ترسناک بلکه با کدی عجیب NB181. اسمش شاید مثل رمز وای فای باشد، ولی پشتش یک واقعیت آشنا پنهان است. یک سویه جدید با منشأ ناشناخته که حال در آمریکا هم مواردی از آن دیده شده است. پژوهشگران هنوز مطمئن نیستند این واریانت چقدر خطرناک است. آیا سریعتر پخش می شود؟ آیا واکسن ها جلویش را می توانند بگیرند؟ اینها هنوز سوال های بی پاسخند. اما آنچه مشخص است این است که ماجرا هنوز تمام نشده. کرونا همچنان با چهره های تازه در گوشه ای از دنیا در حال چرخیدن است. و اگر چیزی از این سالها آموخته ایم این است که باید هوشیار بمانیم. واکسن جدید مالاریا، امیدی برای ریشه‌کنی بیماری. مالاریا هنوز یکی از خطرناکترین بیماری‌های مناطق گرمسیر است و هر سال جان صدها هزار نفر به ویژه کودکان را می‌گیرد. اما حال پژوهشگران واکسن جدیدی معرفی کردند که در مراحل اولیه آزمایش‌های انسانی نتایج بسیار امیدبخشی نشان داده است. این واکسن توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت سرم اینستیتوت آف ایندیا توسعه یافته و از نوع R21 ماتریکس M است. برخلاف واکسن‌های قبلی، این واکسن می‌تواند ایمنی طولانی‌تری ایجاد کند. در صورت موفقیت نهایی، این واکسن می‌تواند مسیر ریشه‌کنی مالاریا را برای اولین بار در تاریخ هموار کند. شاید روزی برسد که درسی که ما با کرونا یاد گرفتیم بتواند ما را برای پایان دادن به یکی از قدیمی‌ترین دشمنان بشر آماده کند. وقتی نور امید به چشم سالمندان باز می‌گردد. دانشمندان مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH روشی نوین برای درمان دژنراسیون خشک ماکولا ارائه کردند. بیماری که در سالمندان باعث کاهش دید مرکزی می شود. این روش با پیوند سلول‌های سالم شبکیه روی یک داربست زیستی روند بازسازی بافت آسیب دیده را سرعت می بخشد. در مدل‌های حیوانی نتایج موفقیت آمیزی به دست آمده و امید می رود این روش در انسان‌ها نیز جایگزینی ایمن برای درمان‌های فعلی باشد. هوش مصنوعی در پزشکی 6 کاربرد نجات بخش. در گزارشی از مجمع جهانی اقتصاد 6 کاربرد حیاتی هوش مصنوعی در سلامت معرفی شده است. 1. تشخیص سریع سکته مغزی. 2. ثبت خودکار پرونده پزشکی. 3. پایش سلامت با ابزارهای پوشیدنی. 4. شناسایی بیماری‌های عفونی در سطح جامعه. 5. کمک به تصمیم گیری بالینی پزشکان. 6. تسریع در کشف و توسعه داروها. این گزارش بر استفاده درست، اخلاق محور و بدون سوگیری از هوش مصنوعی تاکید دارد، زیرا همانقدر که میتواند نجات بخش باشد ممکن است در صورت استفاده نادرست خطرناک هم باشد. مغز انسان بر روی مانیتور، تخیل یا واقعیت. در شاخه‌ای به نام علوم اعصاب محاسباتی پژوهشگران تلاش می‌کنند مغز انسان را با الگوریتم‌ها و مدل‌های کامپیوتری بازسازی کنند. این یعنی شبیه سازی عملکرد نورون‌ها، شبکه‌های عصبی و حتی حافظه. هدف از این فعالیت چیست؟ شناخت بهتر بیماری‌های مثل آلزایمر، اوتیسم یا افسردگی. هرچند این مطالعات هنوز در مراحل پیچیده آزمایشگاهی هستند، اما امید است که به درمان‌های دقیق‌تر شخصی سازی شده و مؤثر منجر شود.
دیدگاه هاروارد: هوش مصنوعی در پزشکی، فرصت یا تهدید؟ دانشگاه هاروارد در گزارشی تحلیلی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از AI در پزشکی پرداخته است. ابزارهای هوشمند مانند سیستم‌های ثبت خودکار وقت بیشتری را در اختیار پزشکان قرار دادند تا با بیماران ارتباط مستقیم داشته باشند. اما چالش‌هایی مانند سوگیری الگوریتم‌ها، امنیت داده‌ها و نابرابری دسترسی نیز مطرح است. این گزارش بر آموزش نسل جدید پزشکان برای استفاده اخلاقی مؤثر و مسئولانه از هوش مصنوعی تاکید دارد. آیا تبخال می‌تواند با آلزایمر ارتباط داشته باشد؟ در مطالعه بزرگ که در ژورنال پزشکی بریتیش مدیکال جورنال اوپن منتشر شده، پژوهشگران ارتباطی معنادار میان ابتلا به ویروس HSV1 عامل اصلی تبخال و بیماری آلزایمر یافتند. در این مطالعه که به روش مطالعه مورد شاهدی یا کیس کنترل طراحی شده بود، اطلاعات بیش از 344600 فرد بررسی شد. در هر جفت از شرکت کنندگان یک نفر به آلزایمر مبتلا بود و نفر دیگر نبود. اما از نظر سن، جنس، منطقه جغرافیایی و دفعات مراجعه به مرکز درمانی با هم مشابه بودند. برای حذف تأثیر ژنتیک، این مطالعه حتی میان خواهر و برادرهای انجام شد که یکی مبتلا به HSV1 بود و دیگری نه و همچنان تفاوت در خطر آلزایمر وجود داشت. یافته کلیدی: در بین افراد مبتلا به آلزایمر 1507 نفر نیز به HSV1 یا تبخال مبتلا بودند. در گروه کنترل یا بدون آلزایمر تنها 823 نفر تبخال داشتند. این تفاوت قابل توجه پژوهشگران را به این فرضیه رساند که عفونت با HSV1 ممکن است یکی از عوامل خطر در ایجاد یا تسریع آلزایمر باشد. نکته مهم: این مطالعه رابطه علی را اثبات نمی کند، اما بر ضرورت تحقیقات بیشتر در مورد نقش ویروس‌های نهفته در مغز تاکید دارد. شاید روزی پیشگیری یا درمان تبخال بخشی از راهبردهای جلوگیری از آلزایمر باشد. این بود اخبار و تازه‌های پزشکی امروز. تا دیداری دیگر، بدرود. تا فردا مراقب سلامتیتان باشید.